اطلاع رسانی RFSU در مورد هیز یا عادت ماهوار. عادت ماهوار یک خونریزی است که تقریباً ماهی یک بار از محبل خارج می شود و نشانه بلوغ جنسی است. اولین عادت ماهوار معمولاً بعد از رسیدن به بلوغ در سنین 12 تا 14 سالگی می آید. ولی ممکن است در سنین 9 یا 16 نیز بیاید. اگر تا سن 16 تا 17 عادت ماهوار نشده اید، به دکتر مراجعه کنید. عادت ماهوار از خون، تخمه القا نشده و سلول غشای مخاطی رحم تشکیل شده است. پس از عادت ماهوار، غشای مخاطی بازسازی می شود. عادت ماهوار معمولاً 3 تا 7 روز طول می کشد و رنگ خون آن مختلف است. در اوایل عادت ماهوار، خون بیشتر رنگ سرخ روشن‌تر دارد و در آخر اندک سرخ تیره یا قهوه‌ای می شود. خون عادت ماهوار ممکن است دارای لخته نیز باشد. تغییرات در رنگ و غلظت خون طبیعی است. ممکن است بیش از این مقدار به نظر برسد، ولی در جریان عادت ماهوار معمولاً 20 تا 80 میلی لیتر خون از دست می دهید. برای محافظت از لباس می توانید از موارد جذب خون عادت ماهوار استفاده کنید. نوار بهداشتی روزانه، نوار بهداشتی و تامپون را می توانید از مغازه‌های غذا، غرفه‌ها و دواخانه‌ها تهیه کنید. پیاله جمع‌آوری خون عادت ماهوار را که چند بار مصرف است، می توانید از دواخانه یا از طریق اینترنت بخرید. چرخه عادت ماهوار آن دوره نامیده می شود که از اولین روز عادت ماهوار تا شروع عادت ماهوار بعدی حساب می شود. طول چرخه عادت ماهوار متغیر است، ولی معمولاً حدود 28 روز طول می کشد. تخمک گذاری حدوداً در وسط چرخه عادت ماهوار اتفاق می افتد. تخمک گذاری پروسه است که در آن تخمه از تخمدانها آزاد شده و پس از گذشتن از لوله‌های رحم همراه با خون عادت ماهوار توسط محبل از بدن خارج می شود. در روزهای نزدیک به تخمک گذاری، تخمه ممکن است توسط اسپرم بارور شود. اگر تخمه بارور شده در غشای مخاطی رحم لانه‌گزینی کند، بدن آن را دفع نمی کند و بناهن عادت ماهوار شروع نمی شود. اگر عادت ماهوارتان طبق معمول آغاز نشود و شما بدون وسایل پیشگیری از حاملگی رابطه جنسی داشته اید، ممکن است حامله شده باشید. شروع نشدن عادت ماهوار ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد. اگر عادت ماهوارتان برای مدت طولانی از بین برود، می توانید به کلینیک نسایی یا کلینیک زنان مراجعه کنید و دلیل آن را بررسی نمایید. در طول عادت ماهوار، عضلات رحم منقبض می شود. این وضعیت ممکن است شامل درد اندک به نام درد عادت ماهوار باشد. اگر شما در طول عادت ماهوار درد بسیار شدید داشته باشید، ممکن است مبتلا به کدام بیماری باشید. به طور مثال، اندومتریوز. اندومتریوز یک بیماری معمولی است و حدود 1/10 زنان این بیماری را دارند. اگر شما در طول عادت ماهوار درد بسیار شدید داشته باشید یا خونریزی شما آنقدر شدید باشد که دچار ضعف شوید، می توانید برای کمک به مرکز خدمات درمانی مراجعه کنید و در صورت ضرورت معاینه شوید. تابلت‌های برای کاهش شدت خونریزی وجود دارد. داشتن رابطه جنسی در دوره عادت ماهوار خطرناک نیست. عادت ماهوار در افراد مختلف متفاوت است و از یک دوره تا دوره دیگر فرق می کند. در صورت مواجه شدن با وضعیت غیر عادی، می توانید با مرکز خدمات درمانی یا کلینیک نسایی به تماس شوید.